سلامت خوشحال به استودیو روز. خب بچه‌ها قراره امروز این تخم مرغ از ارتفاع 50 متری پرچ پایین و قرار سالم بمونه. بودجه کاری ما واسه انجام این کار نفری 5 یورو، فقط با 5 یورو ما میریم خرید میکنیم و متریال مورد نظرمون رو میخریم و جوری که بتونیم ببینیم کدوممون بهتر میتونه از این دوتا تخم خوشگل محافظت کنه. آره دیگه بعد سالم برسه زمین. برو که بریم. بچه‌ها با علی اومدیم فروشگاه خرید کنیم. علی که میخواد مهندسی کنه. فکر کنم منم کم میارم. بچه‌ها طبق تحقیقات من وزن هر تخم مرغ 58 گرمه. برای اینکه 58 گرم سالم به زمین برسه و نشکنه یا باید انقدر سفت بپیچمش که وقتی میخوره به زمین ضربه برخورد نتونه بشکنتش، یا باید انقدر ضربه برخورد پایین باشه که ضربه برخورد در حدی نباشه که بتونه بشکنه. حالا منم تو ذهنم اینه که به پرواز در بیارم تخم مرغ رو. واسه این کار سوزن میخوام سوزن بگیرم. کو سوزنا؟ ایول سوزن پیدا نمی‌کنم، خیلی دارم میگردم. به جاش سنجاق قفلی میخوام بگیرم. سنجاق قفلی میگیرم 1 یورو. الان 1 یورو دارم. من روش دوم انتخاب میکنم. برای این کار چند تا چیز لازم دارم، امیدوارم به بودجه‌ام بخوره. بادکنک میخوام، پلاستیک میخوام، نی میخوام، چسب، ابر. ببینم میتونم با 5 یورو جمعش کنم. الان 4 یورو دیگه تو بودجه‌مه. نخ میخوام و کیسه فریزری چیزی. برام اونا رو بردارم ببینیم آیا برنده این مسابقه علیه یا من. ببین خدا با ماست. ما این چالش رو 100% میبریم. نخمون 1 یورو. کیسه خوب ارزونم باشه. نه چنده؟ 1 یورو. اینم 1 یورو. این با 3 یورو تا الان. گفتم خدا با ماست. این بادکنک‌های 2 یوروی تخفیف خورده شده 1 یورو. اینجا شانس آوردیم میتونیم یکم پول بیشتر سیو کنیم واسه آیتم‌های بعدی که می‌خریم. اینمونم پیدا کردیم. نه 1 یورو پیدا کردم. 20 تا هم داخلشه. واقعا راضی‌ام از خریدی که دارم میکنم. ابرمونم پیدا کردیم. اینم ابر 1 یورویی. 4 تا هم توشه. میخوام اینو دور تخم مرغ بپیچم با چسب بچسبونمش. بچه‌ها واسه که بتونم چیزا رو وصل بکنم باید شیشه کوچیک یا پلاستیکی باید بخرم که وزنش سبک باشه. من چه چیزی پیدا نکردم. میخوام لیوان پلاستیکی بگیرم به مبلغ 1 یورو. اینا پیدا کردم 1 یورو. دستشو میبرم میذاره سبک بشه. بعد همین که داشتم راه میرفتم یه چیز خیلی خوب دیدم. پشم شیشه. علی سرویسه. اینم پشم شیشه. پرواز در میارم تخم مرغ. امشب در سراسر آلمان تو آسمون تخم مرغ‌های پروازی خواهید دید. برو که بریم بسازیم. چه پلاستیک می‌خواستم که نه زیاد بزرگ باشه نه زیاد کوچیک. پلاستیک متوسط در این حد عالیه. دستم برداریم و بریم حساب کنیم که مراحل ساخت شروع کنیم. بعدم پشم شیشه رو برم حساب کنم. 1.55 سنت بیشتر از بودجه‌ای که من دارم. خاطر همین تصمیم گرفتم نواری بردارم شاید به کارم بیاد. بریم که ببینیم چی میشه. بودم فعلا. بچه‌ها برای مرحله اول من اومدم گفتم این ابرا رو میپیچم دور این تخم مرغ. بعد با چسب محکمش میکنم که موقع برخورد کمترین ضربه بهش وارد بشه. این دو تا هم اینجا. بعد با چسب محکمش میکنم. خب این از تخم مرغ داشت میشکست. ترک خورد. بچه‌ها این چالش برای من خیلی حیاتیه. یعنی جوری که این تخم مرغ سالم برسه انگار خودم دارم پرت میشم پایین. چسب رو باز میکنیم. به راحتی چسب رو باز میکنیم. خیلی ایزی. تمرکز و خونسردی داخل این کار خیلی مهمه برای ما. باید همیشه خونسرد باشی تو هر کاری که داری انجام میدی و ایمان داشته باشی که میبری. نه کلا چون به دردمون نمیخوره کلا باید بازش کنیم. ما فقط برامون مهم این چیز داخلش بود. این چسب داخلش بود. بچه‌ها از اینکه ما شکوندیم احمق بازی که دارم الان باید با دندون این چسبا رو باز کنم. به این بچه که بودم همیشه اینجوری خری دیگه. بچه‌ها من از اونجایی که اشتباه خرید کرده بودم این نمیدونم مال رنگ مال چیه. این یه چیز فلزی بینش بود. بعد باعث میشه موقع برخورد فشار زیادی به تخم مرغ بیاد. چقدر علمی دارم توضیح میدم خدایش. قبول داری؟ وارا ریدمان رو توجیه می‌کنی. ما باید مطمئن شیم که این پلاستیکمون سوراخ نباشه. شما هر چیز پلاستیکی استفاده می‌کنید مطمئن باشید که سوراخ نباشه اول، چون بعدش پشیمون میشید. بده 6 به این صورت. الان ما یه دونه تخم مرغ معلق داخل یک کیسه فریزر داریم. آیا این اختراعی که من کردم با سلامت این به زمین میرسه یا نمیرسه؟ شما چی میگید بچه‌ها؟ نظر من که سالم و صحیح و سالم میرسه رو زمین. والا همین الان ولش کنی میشکنه. چه برسه از اون ارتفاع و فاصله. چیزی که تو ذهن منه چتر نجاته. با این کیسه فریزر رو نخو چسب و لیوان میخوام چتر نجات کنم. اینا والا نمیدونم چرا خریدم واقعا چونتون بگم و دستم در رفت دیگه. حالا من شب به کارمون بیاد. این چتر نجات میخوام بسازم. تو مرغ بهش وصل باشه. این که میفته باد بزنه زیرش آروم بیاد پایین. حالا ببینیم چرا خندم میگیره. هر تلاشای فراوان چتر نجات منه. این زپرتی راستش رو بخواید. تحمل گوزم نداره چه برسه به تخم مرغ. ولی خب باز خوبه. خوشگل و خوش قیافه الان در اومده. خوشگل و خوش قیافه الان در اومده.
بدیم ادامه کار می‌کنیم چون اینا بس میشه با این لیوانه. بعد من چیزی که تو ذهنمه این لیوان با تخم مرغ وزنش قابل تحمل میتونه باشه واسه، ولی آیا هست یا نه رو دیگه نمیدونم. چون لیوانی که انتخاب کردم خیلی سبکه. الان دستگیرشم میشکنم که وزنش کم بشه. ریدم. با ناخون گیر قیچی هم نداریم. این چی بود پرت شد سمت؟ این چتر نجات منه. تخم مرغ ما توی قرار میگیره، اینجا باد میاد پایین و سرعت کم، خیلی کم و کمتر آروم فرود میاد. آره آروم فرود میاد. خاطر اینکه تخم مرغمون ضربه گیر داشته باشه من پولم دیگه نرسید نمیدونم من این چیزی کلی گرفته بگیرم. به خاطر همین مثل وحشی‌ها با چسب و نایلون من دیگه ضربه گیر واسه میخوام درست بکنم. آره ولی هیچ فایده ای نداره به نظر من. چرا داره؟ بدبخت اون تخم مرغ تو را جوجه میشه از ترس به نظر من. به نظر خودم مثلا دو تا تخم دیگه خودش بزاد. کار منه. اینم تخم مرغمه، چسب و نایلون و اینا دیگه ذره واسه بخواید سه باز ذره آوردم. بریم برای عملیات پرتاب. بریم ببینیم پرتابش چطوری میشه. بچه‌ها شهر رفته پایین، از پایین فیلم بگیره. من هم قراره الان پروژه ها رو اینجا پرت کنم پایین ببینم کدومشون زنده در میاد. ولش کن دست نزن بذار بله به نظر من که این شکست. رو پرت کردیم. الان ما اومدیم بالا تو استودیو اثر هنری منو پرت کنیم. برعکس استودیو رودروز بریم که داشته باشیم ببینیم چی میشه. اینم منم و اثر هنریم. 3 2 1 خیلی صدای بدی داد به نظر من. ببینیم کدوم یکی سالم مونده. خب بچه‌ها اینو باز می‌کنیم ببینیم. اول از مال خودم شروع می‌کنم. ببینیم شکسته نشکسته. والا سالمه. بازش های نابغه. سالمه. خب علی آقا. والا سالمه. بله بچه‌ها شکسته. شکسته آره؟ خیلی بدم شکسته. متاسفانه موفقیت آمیز نبود عملیات من. خیلی بد شکسته. خیلی زشتم شکسته. آره. ولی صداش خیلی یواش‌تر از تو بود. بازم با لاشی بازی آقا شاید بردی. به پیچش دور لیوان و چسب پیچ دورش و پلاستیک در. حالا من که بذار بازش بکنم. بچه حالا علی که شکست. ببینیم حالا من شکسته نه که من خیلی بعید میدونم حالا من شکسته باشه. با این ایربگایی که من واسش درست کردم و والا لیوان شکسته. یعنی اون تخم مرغ نشکسته؟ نه این تخم مرغ نشکسته. تا تو اونو باز کنی نگاه کن چی کار کرده. 8 لایه پلاستیک دوره اینه. داشتیم با ماشینم از روش رد بشی نمیشکنه. اینو پلاستیک که یه داشت خودت به من گفتی که با 5 یورو میتونی از این تخم محافظت کنی. ولی ایده من خلاقانه تر بود. حالا من نشکست. حالا من یه ترک جزئی برداشته فقط. من خیلی بعید میدونم حالا من شکسته باشه. جوجه دیگه دوبار زایید. مثلا هنوز قابل استفاده یه ماشین نیمرویی بزنیم. آره. من نیمرو زدنت هم دیدیم آخه. اونایی که ویدیوشو ندیدن برن اون پایین بزن. ویدیو رو میذاریم اینجا حتما بزنید روش برید ببینید. ویدیو نیمرو زدن. جفتمونم مثل همیشه ریدیم. یعنی همیشه جفتمون بازنده ایم. بچه‌ها به نظر شما این مهندسی و طراحی من اگه لایک نداشت چی داشت؟ من اصلا چی بگم بهت واقعا ما چه مهندسی ها تخم مرغ شکسته؟ یه ترک خورد، یه ترک کوچولو انقدر یه ذره. بگذاریم. بچه‌ها از این ویدیو چی یاد گرفتیم به نظر شما؟ به نظر من یاد گرفتم که چجوری تخم مرغ رو محافظت کنن. 50 متر واقعا با 4 تا بادکنک و پلاستیک و اینا نمیشه. واقعا باید ضربه‌گیر چیز بگیرید. خیلی میشه مواظب تخماتون باشید که از ارتفاع زیاد نیفته. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره تا ویدیوهای بعد. پیس آوت. خیلی دوستتون داریم. یه تخم مرغ نمیتونی سالم بندازی پایین. آره دوست تو میتونی. این ویدیو یوتیوب هم میخواد بگیرم. بابا صرف نزن. روشن شد. خودت تمیزش میکنی ها. آره یه تخم مرغ دیگه. داشتم میکردم. وای آب تخم مرغ اومد.